آیا میدونستی که بنیامین نتانیاهو قبل از اینکه نخست وزیر بشه توی یکی از جسورانه ترین عملیات‌های نجات گروگان در تاریخ دنیا نقش داشته؟ عملیات انتبه یه ماجرای واقعی و هیجان انگیز مثل فیلم‌های هالیوودیه. در ژوئن سال 1976 یه هواپیمای ایرباس با 248 مسافر و خدمه از تل‌آویو به سمت پاریس پرواز می‌کرد. توی مسیر توی آتن 2 فلسطینی از جبهه خلق برای آزادی فلسطین و 2 آلمانی از گروه انقلابی سلول‌های انقلابی هواپیما رو بودن. هواپیما رو اول به لیبی و بعد به فرودگاه انتبه در اوگاندا بردن تحت حمایت دیکتاتور وقت ایدی امین. هدفشون چی بود؟ آزادی 40 زندانی فلسطینی در اسرائیل و 13 زندانی دیگه در کشورهای دیگه. اونا مسافرهای اسرائیلی و یهودی رو جدا کردن و بقیه 148 مسافر رو هم آزاد کردن. حالا گروگان‌ها توی فرودگاه انتبه گیر افتاده بودن و اوضاع هم خیلی بحرانی بود. اینجا بود که واحد نخبه اسرائیل که بنیامین نتانیاهو هم عضوش بود وارد عمل شد. اما یه نکته، برادر بزرگ بیبی یوناتان نتانیاهو فرمانده این عملیات بود. در 4 جولای همون سال نیروهای اسرائیلی عملیات برق‌آسا انجام دادن. با چند هواپیمای هرکولس از تل‌آویو به اوگاندا پرواز کردند. توی 30 دقیقه گروگان‌ها رو آزاد کردن و همین 7 گروگانگیر هم کشته شدن. چند سرباز اوگاندایی هم از بین رفتن و یوناتان نتانیاهو تنها تلفات اسرائیل بود و توی این عملیات هم کشته شد. این ماجرا به یه افسانه توی تاریخ عملیات‌های نظامی تبدیل شد و نشون داد که اسرائیل برای نجات شهروندانش چه کارهایی میتونه بکنه.